اسرار. سلام بینندگان عزیز. با پیشرفت علم و دانش هر روز افقهای جدیدی مقابل دیدگان ما پدید میاد و وقتی که دیدگاه‌های کمالگرایانه پررنگ‌تر میشه، تغییراتی هم در رفتار و روش زندگی انسان ایجاد میشه. در گذشته‌های نچندان دور انسان تصور میکرد اعضایی مثل آپاندیس و لوزه بی‌خاصیت و بیهوده هستند، ولی امروزه اهمیت آنها در تکمیل سیستم ایمنی بدن انسان بیش از پیش مشخص شده. خیلی چیزا هست که قبلا به فواید و حکمت خلقتشون توجهی نداشتیم، ولی امروز به اهمیت اونا پی بردیم، مثل شیر مادر. حالا به مرحله از آگاهی رسیدیم که انکار اهمیت شیر مادر در تغذیه کودکان غیر ممکنه. علم پزشکی هم مسیر بررسی مسائل به جای جزء به کل از کل به جزء در دستور کارش قرار داده. مثلا درباره ضرورت تغذیه نوزاد با شیر مادر حداقل به مدت 2 سال از قرآن الهام گرفته و به فکر تحقیق در این زمینه افتاده. دلایل زیادی در مورد تأثیر مثبت شیر مادر در بهداشت و سلامتی فرد وجود داره، ولی هنوز تأثیرش روی ساختار ژنتیکی و مقاومت بدن انسان به حد کافی روشن نشده. به خیلی از این مجهولات کتاب آسمانی ما اشاره کرده، ولی تا زمانی که مستقیما اونو لمس نکنیم متوجه واقعیت نمیشیم. با توجه به همین مسئله میفهمیم هر چیزی که آفریده شده، هر جانداری حق و حقوق ویژه‌ای داره. امروز در رابطه با همین حق و حقوق شاهد ماجرایی خواهیم بود. این داستان رو یکی از بینندگان واسمون فرستاده با عنوان بیرحم. خونمون صبر کن کرم، عجله نکن پسرم. به عجب جایی پارک کرده. حالا مسائل چجوری پیاده کنی؟ چی بگم آقا، عجب آدمایی پیدا میشن. این همه جای خالی است، درست گذاشتن جلوی در. برم از همسایه بالایی یه سوالی بکنم. بیا پسرم. سلام، میبخشیم. مثل که تاکسی دم در مال شماست. بله مال ماست. اساس آوردیم، ممکنه ماشین یه لحظه جابجا کنی؟ باشه، الان به شوهرم میگم. خیلی ممنونم. اوکان تاکسی رو جابجا کن. طبقه پایینی ها اساس آوردن.